سلام، خوبین؟ چه خبر؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل حسین. بچه ها میخوایم بریم این دفعه ماینکرافت چیه خونه دیگه بسازیم، یک کمی به خونهمون برسیم. اگه این ویدیو رو میخوای ببینید و زودتر ویدیو رو لایک کن و برو ویدیو قبل ماینکرافتی قبل از این که من بگیرم، برو اون ویدیو قبلیش هم نگاه کن، چون که ما یه خونه ساختیم خیلی قشنگ بود و مرسی که این ویدیو رو نگاه کنین. لایک هم یادتون نره. راستی میگم من 3 سال پابجی بازی میکنم، نه 4 ساله. من حدوداً نمیتونم بگم چند سالمه و بریم سراغ ویدیو ماینکرافت. خب بچه حالا میخوایم بریم، یه کاری داریم، میخوایم بریم اینا رو ببریم داخل خونه اون یکی. اینجا میذارم. وقتی گذاشتم بیاین نگاه کنین، استاپ میگیرم. خب بچه من اینا رو گذاشتم و خیلی خوب شد. خب حالا بریم سراغ ساختن خونمون. خونه اون یکی همونو میخوایم داخل این گودی بندازیم، داخل این چاله اینجا. خب بریم یه کمی چوب بیارم و خونه رو شروع کنیم بسازیم. خب بریم، let's go to the video. خب بچه فکر کنم این 40 تا سنگ برای کفش خوب باشه. بریم سراغش. بس اول اینجا رو خوب صافش کنم، مربع کنم، بعدش ویدیو رو از استوب بیرون میارم. بچه راستی مرغامون تو گذاشتم، یادش شمسمون برد ببند دیگه. آخیش غذا هم بهشون بدیم. خب بریم برای اینجا درست کردن. خب بچه ها من اینجا رو کامل صاف کردم، اینجا رو پر کردم، اینجا رو چی گذاشتم و حالا مونده که من بیام اینجا دیوارای چوبیشو بذارم. دیوارای چوبیش میذارم، در و پنجره سقفم میذارم و تا ویدیو خیلی طولانی نشه. و بچه ها اینم شد یه خونه. اینجا یه اتاق، نه اینجا جای تختاشه، نه اشتباه کردم، اینجا اتاقشه و اینجا هم کرافتین تیبل و چستش قرار میگیره. اینجا پنجره است و آشپزخونه. اینجا هم یه بدکی نداره. آشپزخونه اینجا خیلی خوب میشه. حالا میمونه تزیینش کنم. بچه ها تزیینش میکنم و بعد میام دوباره از استوب بیرون میارم. و بچه ها تموم شد و یه چیزی میخواستم بهتون بگم. راستی این خونه که الان میخوام درستش کنم، این خونه دخترون است، یعنی واسه دختر ساخته شده. و الان یه کاری مونده، ببخشید یه لحظه. و قراره بعداً یه دونه
ویدیو قرار یه خونم اینجا بسازیم. یه خونه کوچولو. بچه از خونه نشونتون بدم. اینجا اتاق دخترانه است، نیست. اینجا و اینجا کتاب خونه است، نماز خونه. اینجا آشپز خونه است، ویوی خوب و همین بچه ها. و نمیدونم داخل این ویدیو این خونه بسازم، نه داخل همین ویدیو این خونه میسازم، نشونتون میدم و تمام. بچه ها میگم نگاه کن، یه سایبون هم زدم تا خیس نشیم. این خونه هست، نگاه کن. میگن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. اینجا معلوم میشه این ضرب المثله، اینجا معلوم میشه. بچه کوچولوه، تمام. خیلی مجهزه بابا، شوخی میکنم بابا. به به به، فلفل نبین چه تیزه، نه فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. جا مخفی، به به به. 2 نفر اینجا با زندگی کردن، با 2 تاش یکی. مخفی اینجا میشه 2 نفره زندگی کردن. به به، چه ویوی. اینجا باید 2 نفری زندگی کرد. به به، خیلی حال میده. نیم ساعت دورشون. خدا من راستی کریتیف کردم دیگه، نتونستم به خدا. دیگه خوش چیکار کردم نمیشون. ببخشید. خدای قشنگ شد. اینجا بیای مثال بگی، بیای مثال قرعه کشی کنی، بگی مثال این خونه گیری یکی بیاد، اینم گیری یکی بیاد، اینم گیری یکی بیاد، بگن این چیه، میگی واسه اینه. بعد میری داخل این میگن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. واه 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 واه. خدای نگاه کن، این خدای ویورره آتیش. واه واه، دنیا جمخی. خب بچه ها کاری نداریم، ساب و لایک یادتون نره و فعلا خدا.